اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون همیشه با لطف و کرم و فضل بیکرانش ما و شما بندگانش را در اوقات و اماکن بسیار مبارک و ارزشمند مورد عنایت‌های ویژه خودشون قرار می‌دهند. خداوند همیشه نسبت به بندگانش مهربان هست و خیرخواه است، اما این بندگان هستند که بعضی اوقات یا خیلی وقتا رحمت و نعمت و برکات و فیوزات الهی رو از خودشون دور میکنن. اگر ما و شما به محتوای این دعاهایی که در خاتمه نماز تراویح و وتر خوانده می شود پی ببریم، واقعا که این دعاها تحول آفرین هست و انسانو از این رو به اون رو میکنه. قدرت دعا رو دست کم نگیرید، چون قدرت دعا یعنی قدرت خدا، چون خداوند گفته ادعونی استجب لکم، شما مرا بخوانید من با دعا و استجابت دعا شما رو قدرت میدم. یک دعا از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شکست دولت روم و فرس شد و سبب تحول در جهان شد و مسیر بشریت. از اون دعا حضرت عمر مسلمان شد رضی الله عنه و از اسلام یک نفر توسط یک دعا اصلا مسیر تاریخ عوض شد. دعاهایی در قرآن هست به اسم ربناهای قرآنی. کاملترین دعا و عزیزترین دعاهای قرآنی هست، ربناهای قرآنی، یعنی دعاهایی که خود خداوند به پیامبرانش و به بندگان صالحش آموزش داده اینطوری منو دعا کنید، با این دعاها مرا بخوانید. امشب هم دعاهای خیلی زیبایی تو سوره یوسف بود. در سوره یوسف بحث‌های توحیدی و اعتقادی خیلی قوی هست، حتی تو زندان دعوت به توحید خداوند. سبحان الله. خیلی ها میرن تو زندان معتاد در میان، دزد و مجرم در میان. زندان رو متحول کرد. دو تا دعا فقط من مختصر بهش میپردازم، میرم به اون بحث اصلی که چند شب پیش دنبال میکردیم، اسباب انشراح صدر انسان، اسباب آرامش دل و جان و روح و روان. از کجا شروع شد این بحث؟ از آیه 129
25 26 27 سوره انعام. یکی از دعاها این بود، همین شما هم آمین میگفتید. هماهنگی آمیناتون الان خیلی رو نظم آمده، جالب شده. هم صدای آمیناتون هماهنگه و هم بالاخره به موقع آمین میگید، با نشاط آمین میگید. این خیلی مهمه و هر کسی آمینش همزمان با آمین فرشتگان باشن که حلقه میزنن بر اماکنی که در اون ذکر خدا و یاد خدا میشود، گناههای صغیره گذشتهشون همیشه به همه بخشیده میشه. یکی از دعاها این بود، خدایا تو بر زبان پیامبرت گفتی که صلی الله علیه و سلم که 10 روز اول ماه مبارک رمضان 10 روز رحمت منه. چون رمضان به 3 قسمت کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم، 10 روز اول رحمت، 10 روز وسط مغفرت، 10 روز سوم و آخر نجات و عتق از آتش جهنم. اگر تو این 10 روز اول خدا به ما رحم کرد، 10 روز وسط هم مغفرت حاصل میشه. مغفرت حاصل شد، نجات حاصل شده، به هم وصله. دعا این بود، خدایا تو که وعده دادید و گفتید که این 10 روز رحمت هست بر زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم، خدایا این 10 روز با اون رحم ویژه‌ای که بندگان صالح و مخلصت را رحم میکنید ما رو رحم بفرمایید. شما میگفتید آمین. یکی دیگه از این دعاها میگفت خدایا روزی که چهره های انسان های آلوده و کافر و مشرک و گناهکار در اون روز در نتیجه شرمندگی و ندامت و گناه تاریک می شود، خدایا در اون روز چهره های ما و مؤمنین را بدرخشان از روز حسرت و ندامت و پشیمانی. واقعا نیاز هست که چهره های مؤمنین در دنیا و آخرت بدرخشد. پناه میبریم به خداوند از روسیاهی در دنیا و آخرت. پروردگارا ذره ایمانی که سبب حفظ آبروی ما شده، همین را برای امت اسلامی حفظ بفرما. اما آیه 125 و 126 و 127 سوره انعام، اگر بشه امشب این بحثو به پایان برسونیم خیلی خوبه. اگر نشد انشاءالله بالاخره فکر نمی کنم دیگه از فردا تجاوز بکنم. خب گفتیم که ابن القیم در کتاب زاد المعاد 9 سبب برای آرامش روح و روان انسان و 9 سبب برای انشراح صدر و خداوند منت گذاشته بر پیامبرش. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح قرار ندادیم؟ اگر انشراح صدر توسط خداوند و تلاش خودش و توکل خودش و حرکت خودش و توفیقاتی که خدا نصیبش میکنه در نتیجه حرکت مخلصانه وقتی که ما به خدا نشون میدیم، خدا هم چند برابر برای کمک ما و رشد ما و کمال ما برای ما قدم برمیداره. ولی قدم اولی که سبب به جلب توجه ویژه خداوند میشود باید خودت برداری. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. گفتیم مهمترین اسباب انشراح صدر چیه؟ هدایت و توحید.
دوم، نوری که خدا پرت میکنه، نور ایمانی که خدا پرت میکنه در سینه یک نفر. از خدا بخواهید تا خدا نور ایمان رو پرت بکنه تو سینه همسرت. اون شبم من گفتم اگر خودت نور ایمان داشته باشید، هدایت داشته باشید، در کنارت همسرت نداشته باشه، یکی از اعضای خانوادت نداشته باشه، آرامش از تو گرفته میشه. تو از اون طرف تو خونه نوار قرآن میذارید، فیلم های خوب نگاه میکنید، سخنرانی سر تو قرآنه، تو کتاب های حدیث و علم و تاریخ بزرگانه. از اون طرف خانمت کانال ها رو عوض میکنه، دنبال رقص میگرده، فیلم هندی میذاره. پس ما باید تلاش بکنیم که هدایت و توحید و نور ایمان به همه برسه. باید دست به دست هم بدیم. سومین سبب و عامل انشراح صدر گفتیم علمی که نافع باشه و سبب افزایش هدایت باشه و ایمان رو تولید بکنه و اون علم فاصله بین تو و خوبی ها و در رأس خوبان و خوب پسندان الله و بعد پیامبر الله صلی الله علیه وسلم به اینها نزدیک بکنه. علمی که به تو رشادت بده، کمال بده، از پوچ و بیهوده دورت بکنه، زندگی تو هدفمند و هدفدار بکنه. نه علمی که فقط تو حمالش باشید. نه علمی که فقط صرفاً جهت بالا بردن اطلاعات عمومیت. ازش سوال کردن توش نموند. علم مفید که تبدیل به عمل مفید بشه همراه خودت. یعنی قرآن زنده، دو پا، متحرک، روحدار. نه این قرآنایی که چقدر تو خونه ها وجود داره اما یه ماهواره از اینا کارسازتره تو خونه های مسلمان ها امروز. باور بکنی یه فیلم هندی از اینا کارسازتره. چون با نیت نرفته به طرف علم. تو هر خونه میبینید 10 تا 15 تا 20 تا از این قرآن های چاپی هست، ولی شاید تو 1000 خونه بگردید یک قرآن دو پای زنده متحرک روحدار پیدا نشه. چند تا قرآن چاپی میخوای براتون بیارم؟ 2000 تا، 3000 تا، 5000 تا. آدم هست که سرش درد میکنه برای چاپ کردن قرآن، اما برای تربیت مرد قرآنی و جوان قرآنی کسی حاضر نیست هزینه بکنه. چاپ قرآن ببرید تو خونه 20 تا 30 تا قرآن فقط داره گرد و خاک میخوره. علم. چهارمین اسباب انشراح صدر الانابة الى الله سبحانه و تعالی و محبته بكل القلب والاقبال عليه والتنعم بعبادته فلا شيء اشرح لصدر العبد من ذلك. چهارمین سبب میگه بازگشت صادقانه با توبه نصوح در هر ساعت و هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال و هر لحظه عمرت. بازگشت انابت یعنی چی؟ یعنی بازگشت خالصانه، صادقانه، آگاهانه، خردمندانه، نیازمندانه. یعنی تو احساس نیاز بکنید که بازگشت به سوی خدا با تمامی وجودت، با کل قلبت نیاز توست و تو داری دنبال نیازت قدم برمیدارید. تو برای رفع نیازت که به خدا در بگردی دارید به طرف خدا میرید.
این علمای بزرگ چقدر خدا توفیقشون داده، چه چیزهایی برای ما نوشتن. آماده گذاشتن. میخوای دلت منشرح بشه؟ میخوای تو هم دلی شبیه دل رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و خدیجه و عایشه و فاطمه و امهات المؤمنین داشته باشید؟ چرا نمیخوایم؟ میخوایم، نیاز هاست. خدایا دلهای ما از هر سو به سوی خودت برگردان. آنچنان شناخت و معرفتی نصیب بفرما که در راهی که انتخاب کردیم شک نکنیم. صبح کافر، غروب مسلمان، غروب مسلمان، صبح کافر، متردد، حیران، هر کسی میاد یه وسوسه‌ای میکنه، منکر دین میشیم، پشت پا به همه خوبی ها میزنیم. وقتی خبرمون شد که تو آغوش مواد مخدر، جناب آقای متفکر و روشنفکر، تو آغوش شراب ام الخبائث، تو آغوش پلیدی و بی‌تقوایی، تا بی خبر از زمانه باشید تریاک کاچاک کشیده باشید. تا بی خبر از زمانه باشید تریاک کاچاک کشیده باشید. وقتی که این دل در خلأ از ایمان قرار گرفت، اون خلأ محبت‌های کاذب پر میکنه. وقتی که محبت عبادت خدا و تقوای خدا خالی شد، محبت شیاطین و شیطان صفت‌ها و شیطنت بازی‌ها اونجا جایگزین خواهد شد. یه بار دیگه بخونم. چهارم، الانابة الی الله. انابت شاید در قرآن شنیدید یا در اصطلاح نبوی شنیدید، عبد منیب، فلان بنده منیب هست. منیب یعنی کی؟ از انابت گرفته شده، یعنی کسی که زیاد مکررن پشت سر هم با توبه خالصانه لحظه بعد از لحظه مواظب قلبش هست، نمیذاره قلبش از دستش بره، چون حیاتش از دستش میره. اینجا محل پمپاژ خونه، تصفیه خانه است. سرخرگ و سیاهرگه، سرخرگ ها رو فعال میکنه، چون حیات بدن به اون مرتبطه، حیات معنوی بدن هم دوباره به دل مرتبطه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاه باشید در این سینه شما پارچه گوشتی هست که گوشتی هست که اگر اون صالح بشه کل بدن صالح میشه، سیستم بدن رو عبودیت و بندگی خدا میرود، در صراط مستقیم قرار میگیرد. و اگر اون پارچه گوش فاسد بشود کل سیستم بدن فاسد میشود و مختل میشود و هدایت و ایمان و تقوا و توحید و عقیده از اون گرفته میشود. الا و هی القلب. خیلی مواظب دلتون باشید. و محبته به کل القلب، میگه با کل دلت خاطر خدا بخواهید. خدا دل داده که دوست بدارید. اولین کسی که با این دلی که خدا دوست داره داده، اولین کسی که باید دوست بدارید ذات خودشه. بعد کسانی که اون دوست داره، نگاه بکن، مادرت اونو دوست داره، مادرتو دوست بدار. پدرت اونو دوست داره، پدرتو دوست بدار. برادرت اونو دوست داره، برادرتو دوست بدار. خواهرت اونو دوست داره، خواهرتو دوست بدار. دوست و رفیق و همسایت اونو دوست داره، اول باید اون و بر معیار و ضابطه خدا دوستی ها تو دوستان تو رقم بزنید. این دوست منه، این دوست منه، این دوست منه. تو این جلسه ما خیلی ها نشستن نه برادر تنی منن، نه قوم خویش منن، نه همشهری منن. همون چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلمی هموطن به سارا جهان همارا. انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا
برادری برای تو پیدا میشه که از مادرت زاییده نشده. این برادر ایمانیه. میگه با تمام دلت باید خدا رو دوست بداری و بعد بر اساس و پایه محبت خدا که کل وجود در بر گرفته، حالا دیگه دوستی های غیر خدا حالا تنظیم بکنید. حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که به خاطر خدا دوست بدارد، به خاطر خدا بدش بیاید، بغض داشته باشد، نفرت پیدا کند، به خاطر خدا ببخشد، به خاطر خدا امتناع کند، همه چیزش خدایی باشه، نه به خاطر رنگش. به فلانی سلام میکنه چون میشناسدش، همشهریش، سرمایه‌دار، خوشتیپه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و الاقبال علیه، میگه نشانه این که با کل قلبت خدا رو دوست بدارید این که قدمهات به طرف خداپرستی با نشاط باشه. میگه یکی از نشانه های بازگشت دلت به سوی خدا و با تمام وجودت خدا رو دوست بداری این که تو اعمال و رفتارت نشون بده این محبت خدایی رو. و تنعم به عبادته، این نقطه خیلی مهمه. تو سلام های آخر نماز تراویح خودشو نشون میده. این میگه یکی از نشانه های با تمام قلبت بر بگردید تنعم به عبادته، این که لذت ببری با عبادت خدا، کل وجودتو شیرین بکنه. اگه دست بکشی به سینت احساس بکنید. تو سلام های آخر شیرین میشه برای مؤمنین واقعی، اونهایی که این صفت چهارمو دارن. اون لحظه‌ای که یه تعداد خسته میشن صحنه رو خالی میکنن، چه تعبیرهای دقیق. من میگم من خیلی خلاصه و مختصر نوشتم. و تنعم به عبادته، هر چی که اسم عبادت به خودش بگیره با نیت خدایی لذت ببره از کار کردن به خاطر خدا، از تلاش کردن، از کار اقتصادی کردن که زکاتش بدید، که صدقش بدید، که خیرش بکنید، که مسجدش درست بکنید، که کتابخانهش راه اندازی بکنید، که دانشگاهش بسازید، که هزینه دانشجو بدید، که افطاری برای بندگان خدا بدید. اگر کسی به این پس بره وارد بازار بشه، تجارت بکنه که پولش زکاتی بشه، زکات بده، رکن پنجم اسلام انجام بده، نیاز جامعه خودش رو برطرف بکنه، جامعه رو رشد اخلاقی و ایمانی بده، اون بازار دیگه دنیا نیست، اون بازار کماله، اون بازار ایمانه، اون بازار پایگاه هدایت هست، اون بازار یک سرمایه امت اسلامی است و بازاری هم خودش یک سرمایه هست. اگر بازاری مومن نباشه بازار چیه؟ بازار به وجود تجار مومن در بازار ایمانی میشه، شکل ایمانی به خودش میگیره و پشتوانه ایمان و عقیده میشه و علم و آگاهی و معرفت در جامعه میشه. ما خیلی باید به بازاری همون احترام قائل باشیم، خصوصا به بازاری های جوان و مؤمن و خیر. خیلی باید براشون احترام قائل باشیم، همون اندازی که به یک طلبه مدرسه دینی احترام قائل میشیم، چون اون شریک اونه، اون میاد تو صحنه، اونم ساپورتش میکنه. داره تعقیب میکنه. مشهور است که حضرت علی رضی الله عنه یه روز آهی کشید. حضرت علی کسی نبوده که به خاطر دنیا آه بکشه، کسی بوده که دنیا رو ستلاقه کرده. یا دنیا غری غیری فانی طلقتک ثلاثا،
برو کس دیگه رو فریب بده. تو دارالغروری. آهی کشید، گفت آه از طول سفر و کمی زاد و توشه و تنهایی در این سفر. آه از طول سفر، 1000 تا منزل بعد از مرگ، هر منزلی 1000 سال. خدا میداند چطوریه. 1000 تا منزل، هر منزل 1000 سال بعد از مردن شروع میشه. خدا میدونه چقدر این سالهای بعد از مرگ طول داره و اندازهش 360 روز ماست یا طوری دیگه است. آه از طول سفر و تنهایی در سفر و کمی زاد و توشه. این حضرت علی داره میگه، یکی از عشره مبشره به بهشت. من و تو چی بگیم؟ 2 رکعت نماز میخونیم خاصه میشیم، بعدم که نمازمون هم خوندیم صف خالی کردیم، اونجا تو مسجد داریم ولول میکنیم، سر صدا میکنیم. آدمای بزرگ نمیدونم این حرفا تمام میشه تمام نمیشه، کی میخواد تمام بشه. خب بری برو، حرف نزن، بذار اینا نماز بخونن. فلا شیء اشرح لصدر العبد من ذلك. میگه هیچ چیزی معادل این که دل همیشه به سوی خدا نیاز پیدا بکنه و نیازشو در بازگشت به سوی خدا ببینه، چیزی دیگر یعنی قوی‌تر برای انشراح صدر وجود نداره از این. حالت خودتون الان نگاه بکنید، روزنامه ها رو بخونید، طرف چطوری همسرشو کشته، طرف چطوری فلانشو کشته، دوستشو کشته، رفیقشو کشته. سبحان الله. با یه شوخی همین 2-3 روز پیش تو شب‌های رمضان رو سر مسابقات والیبال داخل روستای اطراف گچین، حالا دیمیلو بوده گچین بوده، با خنجر میزنه پشت یه نفر رو میکشه در جا. به همین سادگی بحثشون میشه، حق میزنه. این دل اگر ترس خدا درش باشه، آیا نیاز ما قبل است؟ باور کن تا آخر عمر پریشانت میکنه. فرار کردن. امروزی که دوستان میگو فرار کردن، کجا رفتن؟ چند نفرم تو بیمارستانن، کجا رفتن فرار کردن؟ کجا رفتن؟ زیر زمین و فرار نیست. پنجم هم مثلش 4، دوام ذکری علی کل حال و فی کل موت. مداومت داشتن بر ذکر خدا، یاد خدا هر کجا که هستی. تو خانه میخوای بری بسم الله، از خانه میخوای بری بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کسی این جمله رو بگه از خانه صبح بره بیرون، خدا در گوشش توسط فرشته ندا میزنه حفاظت شدی، کفایت شدی، هدایت شدی، شیطان از تو دور شد، ناامید شد. همین بگید، این همه پاداش، این همه امتیاز، همین جمله رو بگید. از خانه که میخوای بره بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. فرشته میگه که هدایت شدی، حفاظت شدی، کفایت شدی، شیطان از تو دور شد. اگر کسی در روز 100 بار بگه لا اله الا الله، از اون بهتر روی زمین کسی وجود نداره مگر یک نفر. اون یک نفر کسی که همتش بالاتر باشه 101 بار بگه فقط. یعنی قلم دست خودته، به خودت نمره بده. بهترین ایدیا 15 18 20 100 گفته از اون کسی بهتر روی زمین نیست مگر کسی که 101 بار، یک بار همتش بلندتر باشه. بهترین ذکر خدا تلاوت قرآنه. خداوند میگه 2 تا صدا من خیلی دوست دارم که اونو همیشه بشنوم. 2 تا صداش
دوست داشتنی ترین صداها نزد الله تبارک و تعالی است. یکی صدای بنده من هنگامی که با کلام منو یاد میکنه، تلاوت کلام من میکنه، و رتل القرآن ترتیلا، و یکی صدای آه و ناله و گریه و زاری بنده من که دست رو بلند میکنه بر گناهانش گریه میکنه، میگه یا رب یا رب یا رب. میگه این دومی وقتی دستش بلند میکنه من شرمم میاد که بندم دستش بلند کرده میگه یا رب یا رب یا رب، شرمم میاد که من دستشو صفر و تو خالی بر بگردونم. و این صدا اگر از جوان باشه خیلی زیباتره و خیلی دوست داشتنی تره تا پیر. پیر باید توبه بکنه، ولی جوان ابزار گناه در اختیارشه و هنوز به خودش میگه هنوز زوده وقتی پیر شدم. شما میدونید چند تا پیرمرد از بالای 40 سال به بعد واجب الحج، نه عمره ها، واجب الحج تو همین سوره خودمون داریم که نرفتن. واجب الحج، حج 1 میلیون تومن، 1,500,000 تومن، 2 میلیون تومن پول دبی دارن، برن 15 روز پول حج ندارن. پول دبی خانوادگی دارن، 6 نفر 5 نفر میره 15 روز برمیگرده. پول شمال چرخیدن و نمیدونم تهران و چالوس رفتن و نمیدونم جاهای دیگه داره. یکی از ذکرهای بزرگ خداوند حجه. هر چیزی که تو رو به خدا وصل بکنه و تو رو به خدا نزدیک بکنه ذکر خداست. بعضی فکر میکنن که ذکر خدا یعنی این، تسبیح دستت بگیری الله 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 الله، بعد به جایی میرسی که دیگه الله شو فراموش میکنه، مثل صوفی ها هو 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 هو. فذکرونی اذکرکم، در تمامی زمینه های زندگی و صحنه های زندگیتون مرا یاد کنید. منم هنگامی که میخوام توفیقاتم رو تقسیم بکنم و مغفرتم و حمایتم و نصرتم و مغفرتم و رحمتم شما را قطعا یاد خواهم کرد. فذکرونی اذکرکم یه قاعده است، تخلف نمیکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر جوانی داره تو کوچه رد میشه تو بازار، یک زن زیبارویی جوان جلوش ظاهر شد، میخواست نگاه بکنه، ایمانشون رو وسوسه کرد، به وسواس افتاد، گناه داره نکن، گناه داره نکن، زور اون زیاد بود. یک دفعه چه یه فریادی زد، یا الله به خاطر ترس از تو من چشمم پایین میندازم، وگرنه خیلی زیباست. همینجور به خدا به همین راحتی صحبت میکنه، وگرنه هر جوانی میخواد نگاه بکنه، ولی به خاطر ترس از تو من چشمم و وعده‌ای که پیامبر به من داده و به امتش داده، به خاطر اون وعده و ترس از تو من چشمم پایین میندازم، وگرنه خودت میدونی که خیلی سخت چشم پایین انداختن، اونم برای یک جوان مجرد، اونم برای یک جوان مجرد بازاری که تو بازار سر و کار داره و کار میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر اون لحظه انسان به یاد خدا افتاد، ما الان سوره یوسف خوندیم، وقتی که زلیخا خودش آماده کرده بود درها را بس گفت هی تلک هی تلک هی تلک، 3 تا قرائت، هی تلک من آماده ام برای تو، درهام قفله. یوسف دوید مثل این که گرگی دنبالشه. همه این آیات رو خوند که چطوری پنجه زد، از پشت پیراهن یوسف رو پاره کرد و یوسف پا به فرار گذاشته بود، در بسته کجا میخواد فرار بکنه. بعضی موقع پرنده هایی میان همین گنجشگاه تو خونه، بعد یک دفعه در بسته میشه، میبینی خودشو به شیشه میزنه، به در میزنه، به سقف میزنه، به دیوار میزنه، میاد پایین که دری باز بشه روزنه فرار بکنه. یوسف همین حالتو داشت، ولی فریاد زد وقتی که زلیخا گفت هی تلک، یوسف گفت معاذ الله، پناه به خدا، معاذ الله. این بهش میگن کمال. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی اونجا یاد خدا بکنه دست بذاره رو دلش، گفته وعده خداست که شیرینی و حلاوت ایمان همون لحظه تو سینه‌اش بهش بچشونه، همونجا.
نه اینکه دختره وقتی پشت ماشین یا دیوار افتاد میگه حالا من نگاه نمیکنم، حالا خود رفته دیگه، حالا خودش رفته تو خانه، رفته تو دیوار، میگه حالا نگاه نمیکنم. میگه همونجا حلاوت ایمان و شیرینیش رو دلش میتونه احساس بکنه. خیلی عجیبه. روزه هم همین حالت رو به انسان داره. بعضی موقع دوستان زنگ میزنن فلانی 1 دقیقه از اذان گذشته بود من نفهمیدم آب خوردم تو سحر، حالا چی میشه؟ چی میشه به نظر شما؟ باش میگی تو فراموش کردی، اذان نشنیدی، نگاه ساعت نکردی، مشکلی نیست، خدا میبخشه. میگه چی کار کنم؟ یعنی خدا میبخشه؟ تو سر این جوان بزن، خرما دستشه، هنگام غروب نشسته، رطب تو دستشه، آب خنک هم گذاشته، شربت هم گذاشته، تو سرش بزن نمیخوره. فکر میکنه زقومه، شیرین‌تر از رطب و عسل هست، شیرین‌تر از آب هست، گواراتر از آب هست، اونم بعد از چند ساعت 10-12 ساعت تشنگی. ولی تا نگفته الله اکبر فکر میکنه زقومه، محاله بخوره. تا گفت الله اکبر گوارا میشه، خیلی خوشحال. للصائم فرحتان، فرحتون عند فطره و فرحتون عند لقاء ربه. یه خوشحالی هنگامی که افطار میکنه که روزشو به سلامتی رسونده، و یه خوشحالی هم هنگامی که روسفید میشه اونجا وقتی پرونده هاشو باز میکنه که در جمله الصائمین نوشته شده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همیشه به یاد خدا باشید، یک جماعت مؤمنی تشکیل بدید، دوستان خوب، همسایه های خوب، رفت آمدهای خوب، انسان های خوب به خونه دعوت بکنید، فیلم های خوب برای خانواده. نزدیک 150 تا نوار سخنرانی شیخ ضیایی هست. من بعد از این دیگه تمامش میکنم و یه خاطره از یکی از دوستان شیخ ضیایی رحمت الله علیه. انسان وقتی مبارک میشه با خدا میشه چه میشه؟ میگه که زمانی که شیخ زندان بوده در تهران، میگه یک شب منو بردن سوار ماشین کردن تو اوین. یکی از دوستانش نقل میکرد، میگه منو بردن، وقتی که متوجه شدم که وارد سالن بزرگی کردن، زندانی ها رو اونجا جمع کرده بودن تو وقت شب، به من گفتن که برای اینها سخنرانی دینی بکنید. برای اینها سخنرانی بکنید. و راننده شیخ تعریف میکرد که 4 سال 5 سال رانندش بوده. میگم وقتی از بندر میرفتیم تا هود، تا عوض هود، خیلی کم با من صحبت میکرد تو مسیر راه، و همیشه لبهاش زمزمه میکرد، لباش حرکت میکرد. میگفت از بندر تا عوض 5 جز، 6 جز، 4 جز قرآن شما رو مرور میکرده. تو خیابان وقتی میرفته بعضی موقع فکر میکرده سلام به شیخ میکرده، فکر میکردی درست متوجه نمیشه یا جواب سلام بد میده، همجور حرکت و انگشتاش تو حرکت میکرد. خدا رحمتش بکنه. و اون چیزی که شایستش خدا به برکت این جمع‌هایی که تلاش اون بود و اخلاص اون بود، که وگرنه ما تو مساجد جنوب اصلا چیزی به اسم ختم تراویح در رمضان اصلا رسم نبود. اولین کسی که نماز تراویح با ختم قرآن در 3 تا استان جنوبی برای اولین بار احیا کرد شیخ ضیایی رحمت الله علیه بود، با 2 نفر. با 2 نفر. الان برو، و اولین حافظ منطقه هم خودش بود. الان 500 تا 600 تا حافظ دختر و پسر داریم. میگم همینجور که میرفت اون کوچه، این انگشتاش حرکت میکرده، قرآنشو مراجعه میکرده. همیشه با ذکر خدا، همیشه با یاد خدا. یه جمع مومنی برای خودتون. اگر شیطان جوانی رو گول زده، شراب خورده، دوستان نابابی داشته، اونو وادار کردن تو جمع قرار گرفته، از روی دوستانش خارج نشده،
این رمضان تصمیم میگیره که نه به اونها بگه، با قدرت به اونها نه بگه. حتی اگر بگن دوستی من به هم میخوره، او به هم بخوره. من دیگه راهمو پیدا کردم و رو دوستانش تلاش بکنه. یکی از دوستان در دبی به من میگفت که خیلی دوستان منو به خلافهای متعدد و بی نهایت خلافهای زشتی کشاندن. دوستان ناباب، پدرم فرستاده بود که من برم اونجا کار بکنم، رزق روزی بیارم، ولی اونجا در دام دوستان ناباب افتادم، تا اینکه بعد از چند سال خدا برای من توسط یک نواری که یکی از علما صحبت کرده بود هدایت نوشت و منقلب شدم. به خودم میگفتم دوباره من میتونم خوب بشم و خوب شدم و تلاش کردم. تلاشش چه بود؟ که انتقام از اونا بگیرم، بکشمشون که منو منحرف کردن؟ نه، میگه تلاش میکردم که اونها منو گمراه کرده بودن، دوباره خدا منو هدایت کرد. تلاش میکردم که یکی هر مدتی یکی از اونها رو برم طرفش، CD براش تکثیر بکنم، بدم، نوار بدم، شاید هم پرد بکنه، ولی دلم دیگه طاقت نمیداد که اونها رو رها بکنم. اونها همه من رو گمراه کردن. من دیگه بعد از اینکه هدایت شدم تلاش میکردم که اون دوستانم رو نجات بدم. با هم پیک میزدیم، با هم کار خلاف میکردیم. حالا خدا منو هدایت کرده، حالا باید تلاش بکنم که اونها رو بر بگردونم به آغوش خداوند. و آیه های آخر سوره یوسف، اعتراف برادران یوسف رو شنیدید. برادران یوسف اعتراف کردن وقتی که سخاوت یوسف را دیدن که چطوری اونها رو شناخت و بعد سوال برادرش کرد. اون برادری که نجاتش داد، کمکش میکرد، میگفت نه نندازیدش تو چاه بنیامین. و جریان مفصلش خودتون میدونید. بعد که خودشو معرفی کرد، برادرانش گفتن شما یوسف هستید؟ گفت بله من یوسف هستم و اینم برادرم بنیامین هست. برادر و خواهرها، ای که دستت میرسد کاری بکن برای خودت و برای برادرت و برای خواهرت و برای دوستت و برای رفیقت. هر دوستی از دوستش حرف شنوی داره، تو کمکش کن. شاید منو نپذیره، من متهم به عنوان یک ملا، شاید تو جمعشون منو راه ندن، ولی تو برو تو جمعشون که تو جمعشون هستی، اونا رو بکش. اینجا نیامدن، بیان تو باشگاه، اونجا یه کمی راحت تره. خداوند به همه شما جزای خیر عنایت بفرمایند و در همه امورات زندگیتون خاتمه به خیر بشید و هدایت کامل نصیب بفرمایند و علم نافع و مفید. و خداوند ما و شما را بندگان مخلص و خالص خودش قرار بده و مخلص و خالص برای بندگان مخلص خودش هم قرار بده که بتونیم خدمت بندگان خدا بکنیم. تا جلسه دیگر شما را به خدا میسپارم و امیدوارم که انشاءالله در جلسه بعدی هر نفر 2 نفر با خودش بیاره تا انشاءالله خوشحالی ما و جمع کاملتر بشه. و این 20 شب مانده هم انشاءالله از خداوند توفیق بطلبید که خدا کمک بکنه و بتونیم انشاءالله شبها و روزهای خوبی رو داشته باشیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. شیرینی هم تدارک دیدن، دهنتون شیرین بکنید، شیرین کام دنیا و آخرت باشید. اجماع یک صلوات محمدی قرآن خط بفرمایید. صلوات باشید. دست هم دیگر بگیرید، یه لبخند هم بزنید، دیگر حلال بکنید. جزاکم الله خیر. دست هم بگیرید.